الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، یکی از مسائل مهمی در ماه مبارک رمضان تثبیت طلوع فجر صادق می باشه، چون روزه انسان برمیگرده به طلوع فجر صادق. یعنی ابتدای روزه انسان از طلوع فجر صادق شروع میشه و انتهاش به غروب آفتاب. پس دانستن فجر صادق خیلی مهم است و به خصوص کسانی که در اطراف شهرها زندگی میکنن و در داخل شهرها کسایی که زندگی میکنن، برای از اینها یک کمکی در این عصر ما مشکل تر است، چون روشنی ها زیاد است و این تعمیرهای بلند هم چنان مانع میشه که فجر صادق را ببینن. البته مردم اطراف و آسانی فجر صادق را درست تمیز میکنن. فجر صادق امور روشنی را گفته میشه که زیاد پهن است، عریض است، در کناره آسمان به طرف مشرق، جایی که آفتاب بدر میشه، در امو کناره انتشار مییابد. در مقابل فجر صادق، فجر کاذب است که قبل از فجر صادق بیرون میشه و این نشانش است که این فجر مستطیل می باشه. در احادیث هم مستطیل یعنی عمودی، مثل ستون واری و به طرف آسمان بلند میشه و در بعضی احادیث ها در صفتش میگه که مانند دمی گرگ واری می باشه، یعنی باریک است. و این فجر کاذب وقتی که بیرون شوه، امی روشنی که به مانند ستون یا عمودی بلند میشه به طرف آسمان، اگر این بیرون شد، این روشنی نشانه داخل شدن وقتی فجر نیست. یعنی فجر کسی اگر این نشانی را بعد از این نشانی اگر نماز بخونه، نماز فجر درست نیست براش. و همچنان این نشانی بالای انسان روزه را بند نمیکنه و نباید خوردن و نوشیدن به برآمدن این روشنی بند کند. روشنی که انسان مانی خوردن و نوشیدن و همچنان جماع میکند، روشنی فجر صادق است. امو روشنی پهن است، امو که در کناره آسمان به طرف مشرق، جایی که آفتاب طلوع میکنه، تیت میشه و پنهان میشه، اینمو روشنی است. او که اگر ظاهر شد، انسان از خوردن، از نوشیدن و از جماع کردن، از همه از اینها چیزی که برش حلال بود باز میسته. در قرآن عظیم شان با واضح و صریح بیان شده. الله تعالی می فرماید: و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. و شما بخورید، بنوشید تا به وقتی که واضح و روشن میشه برای شما خیط ابیض، یعنی روز، یعنی روز واضح و روشن میشه، از خیط اسود که یعنی کنایه از شب است. یعنی روز از شب واضح و روشن میشه، اما روشنی روز آشکار میشه، تیت و پم میشه و تا او وقت شما بخورید و بنوشید، اجازه دارید. و همچنان در احادیث ها وضاحت یزی چنین میاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم، به روایت عایشه رضی الله عنها فرمودن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن: کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. شما بخورید بنوشید تا با وقتی که ابن ام مکتوم اذان میدهد. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دو مؤذن اذان میگفتن در نماز فجر. یکی بلال رضی الله عنه اذان اول میگفتن که او در شب، یعنی قبل از طلوع فجر صادق میگفتن او اذانه. وقتی که او اذان میگفت، مردم خوردن و نوشیدن ایره شروع میکردن. و اما وقتی که ابن ام مکتوم اذان میگفت، دیگه مردم خوردن و نوشیدن بس میکردن. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن: فانه لا یؤذن حتی یطلع الفجر. به خاطری که ابن ام مکتوم اذان نمیدهد تا با وقتی که فجر طلوع نکند، فجر واضح نشود، روشن نشود.
یعنی به او خاطر تا با وقتی اذان ابن مکتوم بخورید، وقتی که ابن ام مکتوم اذان گفت شما دیگر نخورید. در حدیث دیگری در سنن ابو داود و ترمذی رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین می‌فرماید: ولا یهیدنکم الساطع المصعد، شما را فریب ندهد امو فجری که مستطیل و بلند شونده است به طرف آسمان و کنایه از فجری کاذب. یعنی فجر کاذب شما را فریب ندهد که شما روزه خود بند کنید یا اینکه نماز خود بخوانید. نه، این فجر نماز برای شما وقت نماز داخل نمیکنه و همچنان خوردن و نوشیدن و جما و غیره اینها را به سر شما بند نمیکنه. فکلوا واشربوا، باز رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید میکنه که بخورید بنوشید حتی یعترض لكم الاحمر، تا با وقتی که برای شما آشکار میشه و طلوع میکند امور روشنی که سرخ است، روشنی است و در اون روشنی همراه سرخی یعنی خلط می باشه، روشنی فجری صادق. این حدیث روشنی فجر صادق و روشنی فجر کاذب هر دو علامه‌شان بیان شد که این فجر کاذب مستطیل است و فجر صادق معترض پهن است، انتشار می‌یابد و همچنان نشانه سرخی دارد. و عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و غیره اصحاب کرام دیگری و بعضی تابعین چنین وضاحت داده شده که الفجر فجرانی، فجر دو فجر است. یکی فجر مستطیل است، فجر مستطیل فجر عمودی که به طرف آسمان بلند میشه مثل ستون وری، و اما فجر دیگری فجر معترض است، فجر معترض است فجری که پهن میشه، چید میشه، انتشار میابد. پس آنی که برای انسان نماز حلال قرار میتیه، وقتی نماز داخل میکنه امو فجر صادق است. و همچنان طعام بالا انسان حرام قرار میتیه و همچنان نوشیدن و جماره امو فجر صادق میباشد. پس کسانی که قبل از فجر صادق یک وقت خاصی را برای امساکیه تعیین میکنن قبل از طلوع فجر صادق 15 یا 20 دقیقه پیش، اینها در حقیقت مخالف آیت صریح قرآن کریم و مخالف احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم امتشان را اجازه دادن تا با وقتی طلوع فجر صادق بخورن و بنوشن و وقتی که بلال اذان ابن ام مکتوم اذان داد دیگه خوردن و نوشیدن بس کنن و صریح گفتن که ابن ام مکتوم اذان نمیدهد مگر در وقت طلوع فجر صادق. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین وضاحت میدهند: اذا سمع احدكم النداء، وقتی یکی از شما اذان را شنید، والاناء علی یده، و ظرفی از آب، ظرفی از طعام در دستی ازی بود، یعنی میخواست که ایره بخورد یا بنوشد، فلا یضعه حتی یقضی حاجته منه، این ظرف در زمین، یعنی مجردی که اذانش شنید این ظرف در زمین نگذارد، بلکه حاجتی که دارد، تشنگی است، گرسنگی است، این حاجت خدا به همین ظرفی که برداشته به همین پره کنه، یعنی تا وقتی که امی ظرف حاجت خود پورا نمیکنه از طریق امی ظرف دیگه او را در زمین نگذاره. حالا اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم به صراحت فرمودن تا با وقتی که اذان میده و حتی در وقت اذان اگر در دست شما پیاله از چای بود یا ظرفی از نان بود یا لقمه از نان بود، هر چی که بود، شما اجازه دارین که ای حاجت خود از طریق ای طعام دور بکنید. پس اگر امساکیه که اینا وضع میکند و این امساکیه وجود میداشت، رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح به امتشان میگفت که قبل از این باید یک مقدار وقتی، یعنی باید مشخص باشه که قبل از این باید روزه‌تون بند کنین و تا یعنی قبل از اذان
و رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب شرع بودن، باید به امتشان این چیزا واضح میگفتن. یعنی میگفتن که وقتی نماز، وقتی اذان دیگر وقتی خوردن نیست، باید قبل از اذان 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه پیش روزه خدا بند کنین. و صاحب شرع وقتی که چنین وضاحت نداده و چنین با امت بیان نکرده و عکسی از او، بلکه اجازه داده تا با وقتی طلوع فجر صادق بخورید بنوشید، صریح گفته آیت قرآن احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس کسانی که از نزد خود امساکیه وضع میکنن قبل از اذان یا قبل از طلوع فجر صادق، اینها در حقیقت اگرچه نیتی درست دارن، احتیاط میکنن، لکن بسیار انسان هایی است که نیت خیر میکنن لیکن به خیر نمیرسن. پس اینا باید از این کارشان خودداری کنن و امت بالایشان سختی نیارن، در حالی که دین آسان است. الله تعالی به خصوص درباره رمضان میفرماید که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله تعالی میگه الله تعالی بالای شما آسانی را میخواه، نه اینکه سختی را. و الله آسان کرده تا با وقتی اذان فجر و طلوع فجر صادق اینها بخورن و تو مفتی سیم و تو جناب مولانا سیم میای از نزد خود امساکی بالای از اینها وضع میکنی و نیم ساعت 1 ساعت قبل حلالی الله را بالایشان حرام قرار میدی. از خدا بترس.